نزدیکان سید مهدی خان ستارов معروف به شیخ تیمور به مقامات شکایت کرده گفتند که در تلاش عفو او از جانب فردی در حجم $20,000 فریب خوردند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در صحبت با رادیو آزادی مراجعت نزدیکان شیخ تیمور را تصدیق کردند. آنها گفتند که در رابطه با این قضیه با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان پرونده باز کردند. شیخ تیمور سال 2015 برای تمجوی بسیار زنی مانع شدند به تحصیل فرزندان و اشغال خودسرانه زمین به 16 سال زندان محکوم شد. فروخ رجبوف دادرزاده شیخ تیمور روز 4 می به رادیو آزادی گفت عریضه های آنها از بالای نسیم جان صابرجانوف به عنوان شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت و دادستانی همین ناحیه پیشنهاد شده است و آنها امیدوارند که مقامات در پیدا کردن این نفر یاری خواهند کرد. فروخ رجبوف گفت زندانی شدن روحانی سال خورده در حادثه های 2 سال پیش نزدیکان را شدیداً ناراحت کرده است و آنها بسیار امیدوار بودند که اسم او به فهرست عفو شونده ها وارد می شود. قانون عفو آخر سال 2016 به مناسبت 25 سالگی استقلال تاجیکستان قبول و تطبیق شد. از روی این قانون 12,000 نفر عفو شده، از میان آنها 3,000 نفر پره آزاد و در حکم‌های دیگران سبکی وارد گردید. اما در زمان عفو طلایی در مورد پرونده سید مهدی خان ستارов هیچ سبکی داده نشده است. ولی به گفته نزدیکان در قضیه شیخ تیمور هیچ تغییرات وارد نشد و حکم 16 سال زندان بی تغییر مانده است. از این پیش خواهش شیخ تیمور از پرزیدنت تاجیکستان هم برای رهاییش از زندان که آگوست سال 2015 ارسال شده بود بی جواب ماند. در فکر رهایی سید مهدی خان ستارov فرزندان و نزدیکان میگن که آماده شدند برای از راه دادن پاره اسم او را وارد فهرست عفو شونده ها کنند. فروخ رجبوف در شرح عریضه خود گفت در یک ملاقات نفر با اسم نسیم جان صابرجانوف خود را کارمند وزارت امور داخلی معرفی کرد و آنها باور کرده راضی شدند که $20,000 را بدهند. ولی زمان وعده او به آخر رسید و سید مهدی خان ستارov هم رها نشد. در ریاست امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به رادیو آزادی گفتند که نسیم جان صابرجانوف فعلا تحت پیگرد یا جستجو قرار دارد. هنوز مشخص نیست که آیا چنین نفری با نام نسیم جان صابرجانوف در ساختار حفظ حقوق کار میکند یا نه و اقدام مقامان نسبت به عریضه نزدیکان شیخ تیمور چه خواهد شد. در همین حال قانونهای تاجیکستان دادن رشوه به کارمند ساختار دولتی را جنایت ارزیابی میکنند. شیخ تیمور یا سید مهدی خان ستارov تابستان سال 2015 به 16 سال نظامش سنگین زندان محکوم شد. در دادگاه خود محکوم شده بجز جرم بسیار همسری دیگر همه اتهامات را رد کرده گفته بود که اتهامات مربوط به مانع شدن به تحصیل فرزندان، اشغال خودسرانه زمین و تمجوی بی اساس بوده خود را گناهکار نمی حسابد و این همه تهمت بر دروغ شاهدان بوده است. مولودخان سالخوف وکیل دفاع خانواده ستارov ها در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع صحتی سید مهدی خان ستارov در زندان خوب بوده. او در قطار زندانیان دیگر مهلت حبسش را سپری می کند. سالخوف افزود که او بجز اینکه میخواست از روی قانون عفو به آزادی برآید هیچ خواهش دیگری ندارد. از داخل زندان هم هیچ شکایتی ندارد. شیخ تیمور ساکن ناحیه ترسانزاده روز 16 فوریه سال 2015 دستگیر شده و نخست علیه او بر اساس ماده 250 یعنی تمجوی، ماده های 164 مانع شدن به تحصیل فرزندان، 243 تحقیر جسد ففتیدگان و یا نیست نابود کردن گورها، ماده 338 اشغال خودسرانه زمین عیبنامه اعلان شد. در یک گزارش تلویزیونی دولتی تاجیکستان شیخ تیمور به آن عیبدار میشد که گویا دعوای پیغمبری میکرد و در یکی از گورستان‌های ناحیه وحدت چندین قبر را ویران کرده برای پدرش مقبره بزرگ با حشمتی ساخته است. او همچنین به بسیار زنی و تصرف زمین یک مکتب عیبدار میشد.